سلام دوستان عزیز، به کانال جبهه سخن خوش آمدید. در این ویدیو سرگذشت 6 چهره مشهور افغانستان را بررسی می کنیم که پس از سقوط جمهوریت زندگیشان دگرگون شد و مهاجرت آنها را از عرش به فرش رسانده است. بیایید از نخستین چهره آغاز کنیم. فوزیه کوفی یکی از شناخته ترین سیاستمداران زن افغانستان بود. او 2 دوره نماینده مردم بدخشان بود و مدت نیز به عنوان معاون دوم مجلس نمایندگان فعالیت میکرد. بانو کوفی زمان با صدها بار دیگر با موترهای زیریه‌ای در خیابانهای کابل رفت آمد میکرد و نفوسش لرزه بر اندام رقیبهایش میانداخت. اکنون در آلمان زندگی بسیار معمولی دارد. ثروت و قدرت او در کابل باقی ماند و برای مخارج زندگیش مجبور به کار است. جالب اینجاست او که روز خودش در عالی ترین سطوح سیاسی بود، اکنون عکس گرفتن با یک وکیل پارلمان اروپایی را به عنوان یک دستاورد بزرگ در صفحات مجازیش منتشر می کند. مریم خرمی یگانه خبرنگار و گوینده محبوب و با ایجاب تلویزیون طلوع در برنامه بامداد خوش بود که دل میلیون ها افغان را به دلیل ساده بودن و با ایجاب بودن تسخیر کرده بود. او که نماد موفقیت زنان در رسانه بود، اکنون در کانادا به یک شهروند عادی تبدیل شده است و با نشر کردن ویدیوها از خود در صفحات مجازی دل میلیون ها علاقه‌مند خود را به دلیل مدرن شدن و به ایجابی شکست. اما شاید پشت لبخندهای مجازیش گوی از غم نهفته باشد. او در پست‌هایش از دلتنگی شدید و افسردگی برای روزهای پرشور کابل میگوید، روزهایی که شاید دیگر هرگز بر نگردد. عباس ابراهیم زاده که بیشتر با نام عباس دلار شناخته می شود، یکی از تاجران سرشناس افغانستان و نماینده پیشین مجلس بود. عباس دلار مرد با ثروت افسانه‌ای 500 میلیون دلاری فکرش را هم نمی کرد که روز پشت میله های زندان بیفتد. او پس از افشای رازهای مالی چهره های چون آمد کرزی و مارشال فیوم گرفتار توطئه های بزرگ شد. در سال 2025 مافیاهای رقیب موفق شدند او را در تاشکند ازبکستان به زندان بیاندازند. تلخی ماجرا اینجاست که همزمان با زندانی بودن او 64 مورد از دارایی‌هایش در افغانستان از جمله شرکت‌ها و خانه‌هایش بدون اجازه او لیلام و فروخته شده است. و بر اساس تازه ترین گزارش ها عباس ابراهیم زاده از بازداشت در ازبکستان آزاد شده است. با این حال هنوز جزئیات رسمی و کامل درباره شرایط آزادی او منتشر نشده است. مشخص نیست که آزادی او به معنای مختوم شدن کامل پرونده بوده یا روند حقوقی همچنان ادامه دارد. ایمل آصفی چهره شناخته شده برنامه بامداد خوش در تلویزیون طلوع بود. او روزگار محبوب ترین مجری صبحگاهی بود و زندگی نسبتاً مرفه در کابل داشت. حالا در امریکا زندگی کاملا متفاوت را تجربه می کند. او که از سفر شروع کرد و در آغاز مهاجرت به عنوان یک کارمند معمولی در یک رستوران مصروف پختن چپس و برگر بود. دیگر نه از آن شهرت خبری است و نه از آن درآمدهای سرشار دوران جمهوریت آن. تنها واقعیت موجود و پیشبند آشپزخانه با تلاش برای بقای در یک جامعه جدید است. مانا گفتن هماند در این اواخر به کار رسانه‌ای در بعض کانال‌های مختلف برگشته است. دیده شود جایگاه از دست رفته خود را در میان مخاطبان افغانش دوباره به دست خواهد آورد. ظاهر قدیر یکی از جنجالی ترین سیاستمداران افغانستان در دوران جمهوریت بود. او سالها نماینده مردم ننگرهار در مجلس بود و به دلیل نفوذ سیاسی و ثروت قابل توجه همواره در صدر اخبار قرار داشت. ظاهر قدیر کسی که به گفته خودش فقط هزینه یک ماه مهمانخانه‌اش $100,000 بود و دهها موتر زیره‌ای داشت. اکنون در یکی از سخت‌ترین شرایط زندگیش قرار دارد. ثروت 300 میلیون دلاری او مانع دستگیریش نشد. او در سال 2025 به اتهام قاچاق مواد مخدر توسط دولت امریکا تحت پیگرد قرار گرفت و در کشور کنیا زندانی شد. او اکنون به درخواست ایالات متحده به کشور امریکا انتقال داده شد، جایی که ممکن است با حکم سنگین زندان فصل پایان زندگی پرماجرای او رقم بخورد. محمد محقق یکی از رهبران شناخته شده سیاسی افغانستان و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان است.
او سالها در ساختار قدرت حضور داشت و در سمت‌های مانند معاون ریاست اجرایی و مشاور رئیس جمهور فعالیت کرد. استاد محمد محقق اکنون در ترکیه با روزهای سخت روبرو شده است. او نه تنها تا مرز مرگ بر اثر بیماری قلبی پیش رفت و هدف عملیات تروریستی هم قرار گرفته است. اخیراً او از یک سوی قصد در نزدیکی خانه از جان سالم به در برد. نزدیکانش میگوید او نه در ایران و نه در ترکیه به دلیل حضور هزاران هوادار طالبان در استانبول امنیت جانی و خواب راحت ندارد. سرنوشت این 6 نفر آینه ای از بی‌ثباتی قدرت و ثروت است. کسانی که روزگار سرنوشت یک ملت را در دست داشتند اکنون در غربت هر کدام به شکل با رنج و کارگری، بیماری یا زندان دست و پنجه نرم می کند. این داستان به ما یادآوری می کند که در سیاست هیچ جایگاه همیشگی نیست. شما در مورد این تغییر سرنوشت ها چی فکر می کنید؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید و کانال جبهه سخن را سابسکرایب و این ویدیو را لایک کنید. الان نگهدار تا ویدیوی بعد.